خب امروز روز وفات مادرمون بود. همه مؤمنین امروز مصیبت زده هم. حضرت خدیجه مادر مهربان ما، اگه بدونید برای نجات ما چه فداکاری هایی این مادر کرده، اون چه ثروت داشت همه را هزینه رشد اسلام کرد که امروز شما جوانهای عزیز اومدید و شکوه این دینی و رونق و عزت دارید که متدینید، مؤمنید، مجاهدید، پیروزید، مقاومید، سرافرازید. این سرافرازی عزت و از مادر به ارث بردید. اون خدیجه اون روز اگر همه داراییشو نمیداد، شما امروز نمازخوان نبودید، شما امروز پای تفسیر قرآن نبودید، شما در این حسینیه با عظمت برای اسلام یک اعتبار و شکوه نبودید. اینا رو از مادرتون حضرت خدیجه داد. حضرت خدیجه برای حفظ دین، برای نگهبانی از رهبری دین، نمیدونید که چه مصیبت ها رو تحمل کرد. پیغمبر رو سنگباران کردن، حضرت خدیجه فهمید، آمد مثل پروانه دور پیغمبر میچرخید، سنگا به او بخوره ولی به پیغمبر سنگ نخوره. اونقدر سنگا برای دفاع از پیغمبر خودش رو سپر جان پیغمبر قرار داد. اونقدر برای جستجوی از پیغمبر که نکنه در یه جایی تنها گیرش آورده باشن، امیرالمومنین رو صدا زد یا علی، گویا پیغمبر رو تعقیب کردن، قصد جانش رو داشتن. با یه مختصر آبی سفره نانی که گرفته بود، علی رو همراه خودش برداشت، تو این کوه ابوقبیس بالا میرفت، ای صدا میزد حبیبی. یه همچه بانوی رو، یه همچه پشتیبانی رو، یه همچه کمکی رو پیغمبر ما امروز از دست داد. بر حضرت زهرامون چه گذشت خدا میداند. دختر 5 ساله مادری مثل خدیجه عالم ندیده. لذا خیلی بر فاطمه زهرا و باباش سخت گذشت. برای پیغمبر اون سال را عام الحزن نامیدن، سال غم بود براش. گاهی دختر شیرین زبانش می آمد، فاطمه می اومد می گفت بابا مادرم کجاست؟ سراغ مادر میگیره. جبرائیل نازل می شد، یا رسول الله خدا به فاطمه سلام می رسونه، میگه به فاطمه بگید خیالش راحت باشه، مادرش در بهشت، قصرش این خصوصیات را داره، کنار قصر او مریم است، دیگران است. این یک مادری بود که بعد از رفتن جبرائیل می آمد و دلداری می داد. اما خود حضرت زهرا وقتی از دنیا میره، امیرالمومنین در دل شب کفنش میکنه، میگه بند کفن رو میخواستم ببندم، گفتم بگم بچه ها بیاد با مادرشون خدا حافظ. صدا زد یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم یا فضه هلموا و تزودوا من امکم، بیایید با مادرتون خداحافظی کنید، دارم مادر رو میبرم، دیگه نمیبینید مادرتون. امیرالمومنین خدا رو شاهد میگیره، میگه همین که حسنین دوان اومدن با مادرشون توشه دیدار تازه کنن، دیدم فاطمه ناله ای کرد، تو دست رنج دیدش از کفن بیرون اومد، حسن و حسین رو روی سینه گرفت. نمیدونم چه منظره‌ای در عالم به وجود آمد. از آسمان ندا آمد یا علی، عزیزان فاطمه رو از رو سینه‌اش بردار، ملائکه آسمان قش کرده. لا یومک یومک یا ابا عبدالله، حسین حسین. نازدان آمد، دیدم به جانش کنار بدن بی سری خیره شده، عرضه داشت امتی، امه من.
این بدن بی سر از آن کیست که خیره شدی؟ جواب داد عزیز دلم هاوانش و ابیک الحسین، این بدن بابای خودت، بدن حسین.